رونالدوی برزیلی، مرد فرصت‌ها، فوتبالیست مریخی که روی زمین زندگی می‌کرد. رونالدو لوئیس نازاریو د لیما، بازیکن فوتبال پیشین برزیل و همکنون رئیس باشگاه رئال وایدولید اسپانیا است. رونالدو یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال به شمار می‌رود که به عنوان یک مهاجم چند منظوره تأثیر زیادی بر مهاجمان نسل‌های بعد از خود گذاشت. او در دوران حرفه‌ای خود به دلیل سرعت و شتاب زیاد، دریبل‌های تکنیکی، دقت و تمام کنندگی مورد توجه قرار گرفت و برای باشگاه‌های مانند بارسلونا، رئال مادرید و اینتر میلان و نیز تیم ملی برزیل در پست مهاجم نوک بازی می‌کرد. رونالدو نازاریو، مشهور به رونالدوی برزیلی، متولد 22 سپتامبر 1976 در شهر ریو دو ژانیروی برزیل در خانواده فقیری متولد شد. فرزند سوم خانواده است و پدرش نلیو و مادرش سونیا نام دارد و یک برادر به نام نلیو جونیور دارد. رونالدو در زمینه درسی استعداد خوبی داشت و به عنوان یک اعجوبه در حوزه علمی شناخته میشد، اما در 11 سالگی بعد از جدایی پدر مادرش کسی را نداشت ازش مراقبت کند. برای همین پس از مدتی مدرسه را رها کرد و برای به دست آوردن درآمد برای روی آوردن به فوتبال خیابانی، فوتبال را به عنوان حرفه خود انتخاب کرد. در 12 سالگی به تیم فوتسال داخل سالن سوشال راموس پیوست و با رکورد 166 گل در اولین فصل خود که شامل زدن 11 گل از 12 گل تیمش در یک بازی بود، آقای گل لیگ جوانان شهرستان شد. استعداد رونالدو نخستین بار توسط ژایرزینیو، بازیکن سابق برزیلی که مربی ساو کریستوواو بود، در فوتسال برای بازی بر فوتبال کشف شد. رونالدو فوتبال حرفه‌ای را سال 1990 در 14 سالگی با پیوستن به آکادمی ساو کریستوواو برزیل آغاز کرد و تا سال 1993 در رده‌های پایه این تیم مشغول به بازی بود. سال 93 در 17 سالگی به تیم کروزیرو پیوست و تا سال 1994 توانست یک قهرمانی کوپا دو و یک قهرمانی کامپیناتو مینیرو را به دست آورد. رونالدو سال 1994 بعد از جام جهانی در 18 سالگی به تیم پی اس وی آیندهوون هلند پیوست و در اولین فصل حضورش در لیگ هلند 30 گل به ثمر رساند و تا سال 1996 با این تیم یک قهرمانی یوهان کرایوف و یک قهرمانی KNVB را کسب کرد. رونالدو سال 1996 در 20 سالگی با قراردادی به ارزش 19.5 میلیون دلار به تیم بارسلونای اسپانیا پیوست و تا سال 1997 پیراهن این تیم را بر تن کرد. در اولین فصل حضورش جایزه توپ طلای جهان را تصاحب کرد و در همین سال با زدن 34 گل در این تیم توانست جایزه کفش طلای اروپا را هم به دست آورد. او با بارسلونا قهرمانی جام برندگان یوفا و یک قهرمانی جام حذفی و یک قهرمانی سوپر جام اسپانیا را دشت کرده. رونالدو سال 1997 در 21 سالگی با قراردادی به مبلغ 27 میلیون دلار به تیم اینتر میلان ایتالیا ملحق شد و تا سال 2002 در این تیم توپ زد. او سال 97 در این تیم توانست برای دومین بار پیاپی جایزه توپ طلا را به دست آورد و یک سال بعد بهترین بازیکن خارجی و جایزه بهترین بازیکن سری آ را گرفت و با این تیم یک قهرمانی جام یوفا را به دست آورد. رونالدو سال 2002 در 26 سالگی با قراردادی به ارزش 46 میلیون یورو به تیم رئال مادرید منتقل شد و تا ژانویه 2007 پیراهن این تیم را بر تن کرد. سال 2002 به واسطه درخشش در این تیم توانست برای سومین بار جایزه توپ طلای اروپا را کسب کند. او مجموعاً 127 بار پیراهن رئال مادرید را بر تن کرد و 83 گل به ثمر رساند و یک قهرمانی لالیگا، یک قهرمانی سوپر جام اسپانیا و یک قهرمانی جام بین‌قاره‌ای را به دست آورد. رونالدو ژانویه 2007 در 31 سالگی به تیم آسی میلان ایتالیا پیوست و تا دسامبر 2008 پیراهن این تیم را بر تن کرد. ژانویه 2009 در 33 سالگی با قرارداد یک ساله به تیم کورینتیانس برزیل ملحق شد و سال 2011 در 35 سالگی پس از اتمام قراردادش از فوتبال خداحافظی کرد. وی با این تیم یک قهرمانی کوپا دو و یک قهرمانی کامپیناتو پالیستا را به دست آورد. بازی‌های ملی رونالدو برزیلی اولین بار سال 1993 در 17 سالگی به تیم ملی زیر 17 سال برزیل دعوت شد. او از سال 1994 که 18 ساله شد توانست به پیراهن بزرگسالان تیم ملی برزیل دست یابد و تا سال 2011 برای این تیم به میدان برود. او مجموعاً 98 بار پیراهن تیم ملی برزیل را پوشیده و 62 گل برای این تیم زده که اولین گل ملی خود را در 4 می 1994 در 18 سالگی مقابل ایسلند به ثمر رساند. رونالدو جوایز ارزشمندترین بازیکن کوپا آمریکا 1997، کفش برنز جام کنفدراسیون‌های 1997، توپ طلای جام جهانی 98، کفش طلای جام جهانی 2002 و کفش برنز جام جهانی 2006 را دشت کرده. او با تیم ملی برزیل 2 قهرمانی جام جهانی 1994 و 2002 دو
قهرمانی کوپا آمریکای 97 و 99 و یک قهرمانی جام کنفدراسیون 1997 و یک مقام سومی بازی‌های المپیک 96 را تجربه کرده. زندگی شخصی رونالدو اولین رابطه جدی او سال 1997 21 سالگی با مدل بازیگر برزیلی سوزانو ورنر آشنا شد و پس از مدتی با وی رابطه عاشقانه آغاز کرد، ولی این زوج در سال 1999 از یکدیگر جدا شدند. رونالدو پس از جدایی از دوست دخترش با میلن دومینکس فوتبالیست سابق زنان برزیلی وارد رابطه عاشقانه و زندگی مشترک شد. این زوج سال 99 ازدواج کردند، ولی این رابطه بعد از 4 سال کنار هم بودن به جدایی ختم شد که ثمره این ازدواج یک پسر به نام رونالد متولد 6 آوریل 1999 می باشد. سال 2005 با دانیلا چیکارلی مربی برزیلی وارد رابطه شد. در همان سال در یک مراسم مجلل با هم ازدواج کردند. بعد از مدتی دانیلا باردار شد ولی دچار سقط جنین شد و این رابطه تنها پس از 3 ماه با هم بودن به جدایی ختم شد. رونالدو پس از جدایی از همسر سابقش با پیشخدمت برزیلی میشل اومزوگا اولین بار در سال 2002 در توکیو ملاقات کرد و وارد رابطه کوتاه مدت شد. سال 2005 پس از انجام آزمایش دی ان ای تایید شد که رونالدو صاحب یک فرزند پسر به نام الکساندر از میشل است. رونالدو سال 2008 با ماریا بیاتریس ازدواج کرد که ثمره این ازدواج 2 دختر به نام‌های ماریا سوفیا متولد 24 دسامبر 2008 و ماریا آلیس متولد 6 آوریل 2010 می باشد. با این حال این دو زوج در سال 2012 از یکدیگر جدا شدند. در حال حاضر رابطه عاشقانه‌ای با سلینا لاکس دارد. اگه تا اینجا از ویدیوی ما راضی بودین، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین، لایک و کامنت یادتون نره. با هم میریم هنرنمایی این ستاره برزیلی رونالدو نازاریو رو تماشا کنیم. با ما همراه باشید. اولین پدیده تاریخ فوتبال، مخترع رقص پا، رونالدو نازاریو. رونالدوی برزیلی از جمله بازیکنایی بود که فوتبال بعد اون جور دیگری معنا گرفت و انتظار مخاطبای این ورزش با وجود رونالدو نازاریو بالاتر رفت و جایی از فوتبال قرار داره که هیچ بازیکنی رو نمیشه باش مقایسه کرد. ستاره‌ای که بهترین فوتبالیستای حال حاضر فوتبال جهان با تماشای فیلم‌ها و حرکات اون ازش الگو گرفتن و رویاشون رو ساختن. فوتبالیستی که به خاطر ابتکار عملش لقب مریخی رو یدک میکشه و میگفتن از سیاره دیگه ای اومده. یه نابغه فوتبالی که خارج از دنیای فوتبال تصمیمهاش به اندازه داخل زمین خوب نبود و با تصمیمهای اشتباه کارشو به مصدومیت کشوند و فقط مصدومیت بود که میتونست جلوش رو بگیره. یکی از خصوصیات خوب رونالدو خارج از فوتبال این بود که کسب موفقیت هیچ تغییری در رفتارش ایجاد نکرد و مثل همیشه با همه همکلام میشد و خودش رو بالاتر از کسی نمیدید. جنبندی نظرات بزرگان فوتبال در مورد رونالدو نازاریو اینه که رونالدو یک کامپیوتر برنامه‌ریزی شده بود. اون با تمام مهاجمای دنیا فرق داشت. اون توپ رو جوری جابجا میکرد که پاهاش در حین حرکت دیده نمیشد. راول گونزالس میگه من در حد و اندازه های اون نیستم. کاناوارو میگه رونالدو سخت ترین بازیکنی بود که مقابلم قرار گرفت. همیشه ترس اینو داشتم که میخوام ازش دریبل بخورم. بازی در مقابل اون انگار چندین برابر 90 دقیقه بود. فرناندو کوتو بازیکنی که عمدن با خطا رونالدو رو مصدوم کرد میگه از دریبل خوردنهای پی در پی به شدت عصبی شدم و چون کاری ازم ساخته نبود با تصمیم گرفتم با خطا متوقفش کنم. اون مصدوم شد اما با روحیه بالا و جنگندگیش مجددا به فوتبال برگشت و باز هم بهترین شد. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما بودید. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای خفن و جذاب کانال امیزینگ فوتبال رو ببینید. لایک و کامنت یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید و اگر بازیکن خاصی مد نظرتون هست برامون کامنت بذارید.